سلام دوستان، امیدوارم دلتون شاد و لبتون خندون باشه. یک عقیده محبوب وجود داره که میگه اگر بو و ظاهر یه خوراکی شما رو به هوس بندازه، حتما بدنتون به اون نیاز داره و مقاومت کردن در برابر بوی قهوه تازه خیلی سخته. خاصیت قهوه فقط برای معده و مغز نیست، برای پوست صورت و بدن و همچنین موها هم ثابت شده است. من میخوام توی این ویدیو دستور تهیه چند ماسک قهوه رو برای پوست در اختیارتون بذارم. اون وقتی که متوجه میشید پوست ما هم به قهوه اشتیاق داره. قهوه یک ماده معجزه‌گر برای پوسته که در صورت استفاده مداوم به اکسید جوانی شما تبدیل میشه. یک منبع فوق العاده غنی از آنتی اکسیدان، ماده‌ای که برای بدن ما خیلی مورد نیازه، چون که سلول‌های آسیب دیده پوست رو بازسازی میکنه، باعث رفع چین و چروک‌های پوست میشه و روند پیری رو به تأخیر میندازه. دو تا ماده نیاز هست که چربی زیادی پوست رو از بین ببره، یکیش آنتی اکسیدانه و یکی گلوروژونیک اسید. همچنین این دو تا ماده در قهوه باعث میشه که جوش‌های جدید و جای جوش‌های قبلی از بین بره. خاصیت اسکراب قهوه به لایه برداری و افزایش شفافیت پوست چرب کمک میکنه. با ماسک قهوه و لیمو میتونید دو مرحله از روتین پوستی رو همزمان انجام بدید، چون که قهوه خاصیت لایه برداری داره و آب لیمو هم باعث میشه که پوست روشن بشه و سلول ها رو احیا بکنه و باعث کنترل چربی پوست بشه. برای تهیه این ماسک بی‌نظیر یک قاشق غذاخوری پودر قهوه رو با یک مقدار آب لیمو ترکیب میکنید و کاملا به هم میزنید تا خمیر یک دست بهتون بده. حالا پوستتون رو از آلودگی‌ها پاک بکنید و این ترکیب رو بجز پلکاتون به تمام نواحی صورتتون بزنید. تا 10 دقیقه تا 15 دقیقه صبر بکنید و بعد به صورت دورانه روی پوستتون ماساژ بدین به آرومی و پوست صورتتون رو با آب سرد بشورید. دوستانی که پوست خیلی چربی دارن هفته یک بار میتونن از این ماسک استفاده بکنن تا به نتیجه مطلوبش رو برسن. خواص قهوه برای پوست خشک: اگر قهوه رو با مواد آبرسان ترکیب بکنید، میتونید یه بمب مرطوب کننده روی پوستتون بتره کنید و پوست شما نرم و لطیف بشه. کافئین موجود در قهوه خاصیت کلاژن سازی داره، یعنی پوست رو تحریک میکنه. دانه های قهوه لایه های مرده پوست خشک رو از بین میبره. استفاده مرتب از قهوه به مرور زمان منجر به افزایش شفافیت پوست میشه و خشکی پوست رو به طور کامل از بین میبره. ترکیب عسل و پودر قهوه باعث رطوبت عمیق پوست میشه، چون که عسل رطوبت تو لایه‌های زیرین پوست حبس میکنه. ترکیب این دو تا ماده باعث روشن شدن پوست میشه و پوست رو تغذیه میکنه. برای این ماسک یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری هم قهوه رو با هم ترکیب بکنید تا یک خمیر یک دست بهتون بده. پوستتون رو تمیز کنید و بذارین این ماسک به مدت 20 دقیقه روی پوستتون بمونه. قبل از شستن پوستتون با آب سرد حتما اون رو ماساژ بدین تا پودر قهوه به عنوان اسکراب عمل کنه و لایه‌های چربی پوست رو برداره. ترکیب پودر قهوه و شیر هم خیلی مناسب پوست خشکه، چون که پوست رو تغذیه میکنه و باعث آبرسانی به لایه‌های پوست میشه. در نتیجه پوست شفاف و لطیف خواهید داشت. یک قاشق غذاخوری قهوه رو به میزان کافی شیر اضافه کنید و به هم بزنید تا این خمیر یک دست بهتون بده. این ماسک رو میتونید به جز ناحیه اطراف چشمتون حتی به گردنتون هم بمونه. حالا به صورت دایره‌ای ماساژ بدید تا ماساژ کار این لایه برداری خود رو انجام بده. بعد از 15 تا 20 دقیقه صبر کنید، بعد پوست خودتون رو با آب ولرم بشورید. اگر دنبال یک ماسک بی‌نظیر برای درمان خشکی پا، آرنج و رفع سلولیت هستید، من این ماسک رو بهتون پیشنهاد میکنم. نصف فنجان پودر قهوه آسیاب شده و 6 قاشق غذاخوری روغن زیتون، 4 قاشق غذاخوری هم شکر قهوه یا نمک دریایی رو کاملا با هم ترکیب بکنید. این ماسک رو باید تو حموم انجام بدید و بعد از اینکه روی پوستتون زدید 3 دقیقه روی پوستتون ماساژ بدید، بعد با آب ولرم بشورید. اگه پوست خیلی خشکی دارید، یعنی پوستتون حالت پوست ریزه داره و التهاب شدید داره، میتونید از این ماسک استفاده بکنید. ماسک قهوه و آلوورا که باعث میشه که این علائم رو تسکین بده. علاوه بر این ماسک خاصیت لایه برداری و رطوبت رسانی هم داره. برای تهیه این ماسک یک قاشق غذاخوری پودر قهوه رو با 2 قاشق غذاخوری ژله آلوورا مخلوط بکنید. بعد از اینکه پوستتون کاملا تمیز کردین، روی پوستتون اعمال بکنید و بذارید خشک بشه. قبل از اینکه بخواید پوستتون رو بشورید، به صورت دورانی اون رو روی پوستتون ماساژ بدید. با ترکیب قهوه و کدو حلوایی هم باعث میشه که یک ماسک برای احیا کردن پوست و روشن کردن پوست درست بکنیم که فوق العاده تاثیرگذاره و پوست رو تحریک میکنه که دوباره کلاژن سازی رو از سر بگیره و پوست به شدت ارتجاعی میشه و مانع ایجاد چین و چروک‌های جدید روی پوست میشه. 2 قاشق غذاخوری قهوه و نصف فنجان گوشت کدو حلوایی پوره شده و 1 قاشق غذاخوری عسل رو توی کاسه کاملا با هم ترکیب کنید. حالا این ترکیب رو به صورت یک نواخت روی پوست صورت و گردن خودتون بمالید. کمی پوست صورت ماساژ بدین، 20 دقیقه صبر کنید و بعد صورتتون رو با آب سرد بشورید. دوستان، از اینکه وقت گذاشتین ویدیوی خودتون رو تماشا کردین صمیمانه ازتون سپاسگزارم. اگر نظری پیشنهادی دارین حتما برام کامنت کنید تا جایی که بتونم جواب کامنتاتون رو میدم. اگه این ویدیو براتون مفید بود و احساس میکنید برای دیگران هم ممکنه مفید باشه، حتما برای دوستانتون شیر کنید. عزیزانی که هنوز سابسکرایب نکردن لطفا این کار بکنن، زنگوله بغلش هم بزنن تا جزو اولین کسایی باشن که ویدیوی خودشون رو تماشا میکنن.